حمید حسنی هستم از ولایت غزنی ولسوالی جاغری. صنف 11 هستم، اول نمره. با مدت 5 ماه پیش زیر نظر استاد کار کردیم و مدت 2 سال پیش خودمون کار کردیم. باز این حال 1 سال میشه که ما تدریس میکنیم خودیم. روزانه 30 تا 35 تا شاگرد هستن. امروز این نمایشگاه آمدیم و اثرهای خود به نمایش گذاشتیم. مردم خیلی استقبال کردن و باعث خیلی ما اینجا انگیزه گرفتم. خیلی از مردم، از طرف مردم حمایت شدم. واقعا سپاسگزارم از برگزار کننده این نمایشگاه که زمینه را برای ما فراهم کرده که بتانیم هنر خود نشان بدیم. برای آینده می‌خوایم یک هنرمند خیلی قوی شویم و در کل جهان شناخته شویم و می‌خوایم که نام افغانستان از طریق هنر خیلی پیش بال بره. هنر خود در کشور ما افغانستان اصلا ارزش نمیده. امید که در آینده‌های نزدیک ان شاءالله بتونیم که آزاد هنر خود بیاریم، فرق نباشه، فرق نمیکنه.